سلام، اینجا دیلی زراست و به اولین ویدیو یوتیوب من خوش اومدید. همونطور که از عنوان ویدیو متوجه شدین، میخوام در مورد این صحبت کنم که این مدت چی کار کردم. اما شاید به خودت بگی که اصلا تو کی هستی و به من چه ربطی داره که تو این مدت چی کار کردی. پس بریم برای معرفی. اسم من زهراه و چیزی تا 27 سالگیم نمونده و من تصمیم گرفتم قبل اینکه 27 سالم بشه این رویایی که همیشه دلم میخواست جلوی دوربین حرف بزنم و عملی کنم. همیشه دلم میخواست که حرف بزنم ولی مثل الان دارم بیر میشم. من دیگه کات نمیدم. من دیگه نمیرم از دست بزنم. چی دارم میگم؟ مهم نیست. خب داستان اینه که تو این مدت من رسما مثل گل قالی چسبیده بودم به کف قالی. 3 ماه بیکار بودم، بدون حقوق بودم و اینجوری بودم که زهرا داری چی کار میکنی با زندگی خودت؟ رو حالت بقا بودم و نمیتونستم درس بخونم، نمیتونستم غذا بخورم، نمیتونستم کاری کنم، طوری که تو ماه اول من کلی وزن کم کردم، کلی مو سفید کردم، مو سفید داشتم بیشتر شد و انقدر گریه میکردم که خشک چشم گرفتم و رفتم دکتر رو قطره دادن و فهمیدم که چشمم داره ضعیف میشه و این داستانه و با آرزوی دیرینه بچگیم رسیدم و عینکی شدم. و اینکه که بقیه دارن چی کار میکنن، بقیه هم همونقدر مثل من دارن قصه میخورن. داستان چیه؟ اونو دارن چی کار میکنن؟ یکی ماشینش رو گرفته بود، یکی خونهش رو گرفته بود، یکی اقامتش اوکی شده بود و من اینجوری بودم که من این مدت چی کار کردم و اینجوری بودم که چرا در موردش حرف نزنم، چرا آدمایی که مثل خودم رو پیدا نکنم، ببینم چند نفر مثل منن مشغول هیچ کاری نکردنن. و این معنی نیست که میخوایم تنبل باشیم. به این معنیه که کم دوره هم حرف بزنیم، دوره هم باشیم، ببینیم چی کار کردیم چی کار نکردیم. از این بعد میخوام این روند باشه که هفتگی یه ویدیو آپلود کنم و از کاری که توی هفته انجام دادم بگم، از موسیقی که گوش دادم، از آهنگی که خوشم اومده، از آهنگی که خوشم نیومد، با کدوم آهنگ گریه کردم، با کدوم آهنگ پشت دیوونه رقصیدم. شاید مثل عاقلا چون اجازه بدید ناراحت نشید، من خودم عاشق رقصیدنم ولی چون رقص خودمو میدونم دارم میگم شبیه دیوون. حالا از این به بعد داستان چیه؟ از این بعد داستان اینه که میخوایم توی این هفته هایی که داره همینجور سپری میشه پلک به هم میزنیم، میبینی کل سال رفته و هیچ کاری تقریبا میشه گفت اونطور که تو ذهنم بود نکردم. چرا یه سری اهداف تیک خورد ولی خب داستان اینه که کنار هم باشیم. اوایل به این صورتی که من میام صحبت میکنم، شما تو کامنت ها میگین که چی کار کردین چی کار نکردین. مثلا در مورد آهنگی که مثلا خیلی گوشش دادم تو این هفته حرف میزنم، تو هم برای من کامنت بذاری که منم این آهنگو گوش دادم مثلا. حالا میخوام در مورد این مدت صحبت کنم که چی کار کردم. 3 ماه بیکار بودم، حقوق نداشتم، الاغر کردم، اما بعدش فروردین و اردیبهشت جبران کردم. یعنی هر چقدر اون موقع غذا نمیخوردم از لحاظ اینکه ناراحت بودم، فروردین و اردیبهشت جبران کردم و خیلی خوردم. این از این دیگه مشغول هیچ کاری نکردم بودم، استرس همه چیزو داشتم و درس رو گذاشته بودم یه مدت کنار و زبان خوندنم که به خاطر اینکه اینترنت قطع شده بود اپی که باش کار می‌کردم تا زبان رو یاد بگیرم. اپو باش کار اپ زبان آموزه که باش کار فارسی تموم شد. اجازه بده. اپی که باش زبان رو یاد می‌گرفتم در طی این قضیه اینترنت ارتباط منم قطع شده بود. این از این. دیگه داستان چیه؟ این مدت چه سریالایی دیدم؟ میخوام بهتون بگم این مدت چه سریالایی دیدم. این مدت چه سریالایی دیدم؟ تو این مدت چی دیدم؟ از سریالا شروع میکنیم. سریالایی که دیدم اول همه تب بهاری بود. اگه دنبال یه فضای خیلی فان و بامزه‌ای هستید که توی فیلم هرس نخورید، تب بهاری رو ببینید. یعنی مثلا یه مسئله اول فیلم به وجود میاد، دقیقه 20 حل میشه، خیلی روال آسون و خوبی داره، فضاش کمدی و باحاله و من از 10 بهش 8 میدم. دومی سریال البته به ترتیب ننوشتم، میشه این عشق رو ترجمه کرد. ببین شاهکار، دوست داشتنی، عالی، زیبا، بهترین، همین میشه این عشق رو ترجمه کرد. داستان در مورد یک مترجم و یک بازیگر تازه کاره که اینا در یک سفر توی ژاپن خیلی اتفاقی همو میبینن و عشق در نگاه اول اتفاق میفته، البته از طرف دختره. و اگر که علاقه‌مندید که یه سریال تر و تمیز با جلوه های بصری زیبا
کاپل دوست داشتنی، شخصیت دختر بامزه و بانمک گوگولی پگوری که من عاشقش شدم و به خاطرش رفتم یه سریال دیگه ازش رو دیدم. ببینید دیگه، من بهش 10 از 10 میدم. بعدیش دوست پسر درخواستیه که به خاطر بانو جیسو من این سریال رو شروع کردم. داستان در مورد دختریه که یه قرار ناموفق، یه رابطه ناموفق داشته و بعد از اون یه شرکتی اسپانسر شرکت اونا میشه برای داستانی مانگا و مانهوا و اینا میسازن. حالا من خیلی دارم بد توضیح میدم. میگه که یه تل مانندیه میذاره رو سرت و میری وارد یه دنیای مجازی میشی با هوش مصنوعی. تو دیگه دوست پسر درخواستی و دنیای خیالی که خودتو داری، اون پسر دلتو نمیشکنه و تو میتونی قرارهای زیادی بذاری. فکر کنم 999 تا قرار میشه بذاری. خب میگم من خودم به عنوان یه انسان خیال پرداز سرخود این رو دارم و سریال خوبی بود، ولی خب من بهش 8 از 10 میدم. حالا ببینید متوجه میشید چرا 8 از 10 بهش میدم. با من ازدواج میکنی سریال بعدیه، کلیشه است، تکراریه، میذاشتمش رو دورتون بعضی جاهاشو، ولی خب رنگ و لعابش خوب بود. بازیگر نقش دخترش من خیلی دوست داشتم به خاطر که فیلم در هم سریال در همسایگی عشق ازش دیده بودم، خیلی دوستش داشتم دیگه. بهش 7 از 10 میدم. بعدی هی سنسی، هی استاد مگه نمیدونی اینم یه مینی سریال بود به خاطر اینکه فقط دختر نویسنده بود و مانگا کار میکنه. مانگا یا مانهوا؟ من خیلی مانگا مانهوا خوندم ولی نمیدونم مانگا مال ژاپن، مانهوا مال کره آسیا، همچین چیزی نمیدونم. بچه‌ها به من توضیح بدین. هی سنسی مگه دونت یو نو یه همچین چیز دارم، مثلا انگلیسی هم یاد میگم. هی سنسی مگه نمیدونی. 5 از 10 بهش میدم به خاطر اینکه خیلی معمولی بود و فقط جهت این دیدمش که سرگرم بشم. بعدی سریال عشق پنهان. من سریال چینی نگاه نمی کردم. چرا؟ قبلش اون دیده بودم که نمیتونم بگم اسمش چیه، ولی این بعدی دفتر راهنمای رزیدنت بود. 9 از 10 بهش میدم. اکیپشون خیلی بامزه بود، باحال بود، داستانای بیمارستانشون خیلی باحال بود، بعضی از استادشون خیلی رو مخ بودن. دزد محبوبم رو دیدم. دزد محبوبم رو قبل از همه اینا دیدم، 8 از 10 بهش میدم. خیلی قراباتی شد با سریالای تاریخی که داشتم یه رو با هم تاریخی می‌دیدم. سر همون بهش 8 از 10 میدم. به خاطر خودم 8 از 10 میدم چون زیاد نفهمیدم داستانش بود، داره قشنگ. سراسین قرمز 10 از 10 توضیح نمیدم پاش اصلا ببینیدش. 10 از 10 بر اساس واقعیت هم هست. بعد بوسه انفجاری کرکر خنده است، کمدی عاشقانه فوق‌العاده است، 9 از 10 بهش میدم. اونم به خاطر اینکه یه جایش دیگه میفهمیدی داری فیلم میبینی، مثلا دیگه از اون حالتی که احساس همزاد داشته باشی باش میمری بیرون، توجه نکنی فارسی داره تمام شه. بعد که وجود پری ورزه بقیه رو خالص بعد 300 سال دیدمش، 8 از 10 بهش میدم. اونم چون دیر دیدمش و بعضی چیزاش دیگه واسم کلیشه‌ای بود. در واقع میشه گفت سریالایی که بعد از اون ساخته شدن کلیشه بودن، ولی خب چون من اینو دیر دیدم این شد کلیشه. 100 خاطره هم برید ببینید، 10 از 10 توضیحی نمیدم، فوق‌العاده است، اسم خیلی خوبی داره، یه حس نوستالژی میده در حالی که تو اصلا اون فضا رو تجربه نکردی. همین دیگه دوستان. تا همینجاش هم مرسی که من تحمل کردید. خیلی چیز نوشته بودم، نه فقط اون برگ دفترم، و مرسی که تا اینجا من تحمل کردید.